سلام گایز، خوش اومدین به این ویدیو. بچه ببینید اینجا وقتی همتون بات میبینین همینجوری میشه. همه پلیر رو وقتی بات میبینن یه جوری به شات میزنن. خود بات هستن، خود بات و اکتیویژن براشون قفل میشه همچین چیز. بچه اول از همه لایک رو بکوبید، بعدم سابسکرایب کنید. بابا من میخوایم چنل رو بپکنیم، حمایت نمیکنین. آدم حوصله‌اش سر میره، نمیاد دیگه ویدیو بذار. خدا وکیلی راست میگم، ما باورشو. بعد بچه‌ها ببینید حالا اینجا میریم مثلا میخوای پلیر بکشی، تا پلیر میبینی اینجوری میشه. نمیدونم همتون چرا اینجوری، همه پلیر رو من میبینم جلوی یه نفری که مثلا یا خوششون میاد از طرف یا مثلا مثلا یه آدم معروفه یا چیزی، یه جوری بازی میکنن وقتی پلیر میبینن از طرف دست و پاشون میلرزه. بابا اینم بگیر راحت یه فاسی بزن بهش، خودتو راحت کن دیگه. این چه کاریه بچه؟ ببینید یه بیوای چیدم، خیلی بیوای خفنی، بیوایم خیلی خوبه برای زدن. حالا یه دوتا فست اسکوپ ببینیم. بعد از چند وقت بچه من اومدم اسنایپ زدم، خیلی ضعیف بودم. اما خب بالاخره تونستم یه چند فست خفن بزنم، گفتم بذارم تو ویدیو. اینجا هم که یه دونه بات بود، یه انمی بات رو میخواستم بزنم، انمی اومد استگوش زدش، منم غافلگیرش کردم زدمش، باترم دزدیدم، انمی هرم زدم. اینجا هم یه ماشین اومد سوارش شدم، سجد با دفندر خودش رو انداختم، پیاده شدم، خودش رو اومدم بزنم، کیل منو دزدید، ماشینم ترکون قشنگ منو زد. بعد اومدم آرمور زدم، اومدم پشت دفندر کاور گرفتم. ببینید از پشت دفندر چرا اومدم این بر. اگه هر کی گفت تو کامنت ها یه جایزه خوبی من بهش میدم خدا وکیل. ببین زدیم و رفتیم جلوتر. این یه سوال اول، فعلا یه سوال پرسید. حالا سوال دوم من پرسیدم، اگه جواب بده کسی که جفتشو خود جفت جایزه رو خودش میبره. بعد اگر جواب نده کسی هم که جایزه نمیبره. اینجا اومدم اینم فصل بزنم، یه ذره دیدمش، نمیدونم چرا دستم چپ و راست رفت، سنس این چیزا رو تازه چیده بودم، اومدم بزنم، هی دیدم هی میره این برمار، اصلا تو دید من نیستی. کجایی تو دید من نیستی؟ کجایی؟ نه برعکس گفتم، آره میگه تو دید من نیستی کجایی، همچین چیزی. بعد دیدم که شماره 3 رو بالاخره یه بات زد که نتش رفته بود و مونده بود از همون اول تو بلک. گفتم بلش کن، با ماشین رفتیم تو زونو که از ماشین بگذاریم. بچه‌ها من خودم خدا وکیلی هر ویدئویی میبینم اول کار اصلا ندیده اصلا میرم روش لایک میکنم. کار سختی نمیخوام بکنم که یه لایک دو بار میزنی رو صفحه خسته میشی، یه ذره صفحه رو میگه یه بار میزنی رو صفحه این پایین یه لایک گذاشته انگشت شستش بالاه میزنی رو حالا که لایک میکنه کارتان بیام. رفتم تو زون دیدم اینجا یارم در گفتم خدایا این کیه کی نیست. منم که اسنایپ ضعیف، یعنی ببین این اسنایپ رو من اصلا تازه بعد از چند وقت جوگیر شدم تو اسکوپ توی چیز بزنم. بعد اصلا سنسام به هم ریخته بود، عجیب اصلا با اسنایپ. بعد از هر آپدیتی که میده کالاف سنس خیلی اصلا عوض میشه، مثلا برای هر قسمتی، مثلا هیپ فایر، فست اسکوپ، اسنایپ، که از اینا بگذاریم. حالا فعلا ببینیم چی میشه. بچه‌ها ببینید حمایت نمی‌کنی. این حمایت نکردن یعنی چی؟ به 4 نفر تو یه نفر، هر نفر به 3 نفر بگه بیاد ویدیو رو نگاه کنه، اون 3 نفر به هر کدوم به 3 نفر دیگه که بگن بیاد، اصلا به 2 نفر ببین چه جمعیتی میگیره. ولی شما ببین به یه نفرم نمیگه بیاد، چه ارس به 3 نفر. شما بگین ویدیو رو بیان ببینن، خودتون ببینین، لایک کنین، سابسکرایب کنین، مطمئن باشین ضرر نمیکنین که قرار بهترین ویدیو رو ببینین. اینجا اومدم فست اسکوپ بزنمش که زد. من منطقی هم بود که زد، چون فست اسکوپ اصلا من یه دونه دمیجم به طرف ندادم. یارم گفتم بیاد منو بلند کنه که یارم هم 2 ساعت داشت فیس تو فیس میکرد. بابا داجی اگه یکی میخواست اسنایپمون کنه تا تو بیای موک بنازی، اسنایپ کرد رفت، تمام ایزی. رفتیم لابی رفتم بیوای بکشم، بیوای خودم اتچمنتی بیوای کشینم، آرمون رو گفتم بزنیم دیگه، دور سنگا چرخیدم تا آرمونم یوز شد. رفتم بالا گفتم خدایا من اینو چجوری بزنم، این اچس داره. زمانی که شما این بیوای رو برمیدارین اتچمنتی، یه 2 نکته هست. یه دونه توی یه ویدئوی کوتاهی بهتون گفتم که یه دونه از اون نیت سبزا برمیدارین میزنین تو صورت یارو گیج میشه. یکی دیگه هم گفتم دفندر بردارین. حالا چجوری نگاه کنین، اینجا دیدم داره به یارم تیر میزنه که ناکش کرده، کامل بخوابونش.
فهمیدم همینجاست. اومدم اینجا میدونستم بچه تو سربالایی دفندر نمیندازه ولی بازم زدم. اینجا چرا فقط پریدم اسلاید نزدم؟ اینجا هم که تیرام رجیستر نشد دفندر رو میزنم از خیلی دور، فاصله رو رعایت میکنم بدون عجله. تمام. میدونین بچه ها چرا توی سربالایی من اسلاید نزدم فقط جامپ زدم؟ چون توی سربالایی اکثرا اسلاید نمیزنه و میشینه. وقتی هم بشینه اصلا مغز آدم کلا از کار میفته، یعنی اصلا فکر درگیر یه چیزای چرت و پرتی میشه که دیگه نمیفهمی اصلا چجوری باید بازی کنی و راحت میمیری. طرف میام میزند بعد میگی ای بابا من چرا مردم، با اینکه میتونستی نمیری. اینجا میگم یه تانکی داره بد میزنه تق انگار یه چیز بوکسی رو برده از چیز بوکس بدتر، یه چیزی که یه مقدارم آدم رو تحریک میکنه گیر آورده هی میزنه تا هی میزنه. بابا ول کن، چی میخوای از جون ما؟ بکن بیرون که میرون به مولای که هیچی ندارم. من یه بیبای دارم 3 تا پرک یه چند تا هم تیر. گفتم با اسنایپ بذار یه ذره دمیجشون بدم، انگار 2 تا تانک بودن داشتن با هم دیگه فایت میدادن. اون اینو میزد این اونو میزد، واسه همین حواسشون به من نبود. منم هی با اسنایپ میزدم از خودم نش میکردم. نیدو گرفتم دستم اومدم اینجا دیدم یادم افتاد آپگرید داشته. گفتم میام آپگرید و پرکو بردارم همینجوری. بعد دیدم که گاندراپ با من لوت کردم. حافظت خیلی ضعیفه به مولا، مگه ندیدی تو گاندراپ لوت کردی؟ اینجا زدم دمیج نشد. دومی های کم پایینتر زدم یه دمیج ریزی بهش دادم. این دمیج ریزه خوب، همین دمیج ریزه. میدونی چی میگم؟ دمیج ریزه. اگه دمیج ریز نبود دمیج ریز نبود. متوجه شدی آندرسن؟ ببین حالا اینجا اومدم پرش ماشین، بعدش اومدم پرش سنگ کاور بگیرم. پرش ماشین هیچ وقت کاور نگیرید آخه جا قطعیه، مگر اینکه مجبور باشید دیگه. ولی زمانی هم که دیدید دارن تیر میزنن به ماشین سریع فرار کنید، بهتر از اینه که حداقل پشت ماشین میبینید. حالا اون موقع امکانش هست زنده بمون. رفتم بالا و اینجا گفتم شاتگان رو بگیرم دستم. اینجا رو نگاه کنید بچه‌ها، با اینکه خیلی شل و ریلکس مثلا آسوده بهتون میگم آسوده بازی کنین همینه. ببینید اصلا نگران دشواری نداریم که، آروم بدون عجله بدون ترس. اصلا مردی میام یه دونه شات به این میزنم، دومی هم میزنم، یکی دیگه به این میزنم نمیخوره، رجیستر نمیشه. میام اینجا یکی دیگه میزنم نمیافته. فشار چیه؟ این همه شات من دارم میزنم، من موندم این چرا نمیافته. اینو دیدی خونسرد؟ منم دیدم دمیجم پره، برای چی موومنت بزنم؟ راحت زدمش. بعد دیدم اوه نه دیگه داره از دوران دمیج پر میگذره. باید موومنتو که بزنم هیچ، دفندر رو که بزنم هیچ، فرارم باید بکنم. اگه نه که در مچ بعدی هم بچه من هنوز در حال تمرین اسنایپ، ولی یارم به لطف یارم کیلدزدی بهم کیلدزدی نصیبم میشه که از این هم بگذاریم بچه. ببین سنس هنوز دستم نیومده، یه ذره موی رد میکنه، یعنی سنس دستم میاد یه پس اسکوپایی بزنم با اسنایپ که یکشون بمونن تو کم. خب از اینا که بگذاریم اومدم حالا مچ بعدی و بچه اصلا از مچ قبلی بگذاریم، پایانش گذاشتم. باز اگه نکه به بعد خودتون مثلا هر چه دوست داشتیم تش بذاریم، خیلی چیزا هم میشه تش گذاشت. ببینم کی مؤدبان‌تر، بهتر، خوشگل‌تر، زیباتر میذاره تش. بچه این همون مچیه که داشتم اول کار اسنایپ میزدم به یه باتی. اومدم با سسیشن حداقل یه کیل بگیرم، دیدم تو فارم یک کیل میدوزن، یعنی عصبی شدم و به مالا ول کردم. اومدم داشتم میچرخیدم برای خودم ول شو همینجوری تو خیابونا، کف خیابونا آس و پاس، ولی نمیزنم با دخترالات. بعدشم چه رفتم گفتم برم آپگرید کنم که بچه‌ها بعد از این که خواستم برم آپگرید کنم که اصلا نرفتم آپگرید کنم. یعنی یه چاپری دیدم داره میاد، گفتم بذار بیاد سر آپگرید من برم اسنایپشون کنم. بودم نه سر آپگرید نمیاد، اونجا ترکید. پیاده رفتم سمتشو، گذارون داشتم راه میرفتیم همینجوری توی بیابونا برای خودمون خوش میگذروندیم. من گذاشتم ویدیو همینجوری بره برای اینکه میخواستم صحبت کنم، اصلا نمیخواستم مثلا من ویدیو آنچنان خفن بذارم، مگه نه کاری نداشت که فقط کیلامو برش بذارم. اون که دیگه کاری نداره اصلا. مثلا هر چه قدم شما مثلا یه نفر سخت بتونه شاتگان بزنه، بالاخره بعد از 1000 تا زدن بالاخره 10 تا کیل درست و خفن میگیره که بخواد بذارشون پشت سر هم تا شما ببینین و روشون 4 تا حرف بزنه و بکنشون ویدیو.
شما اگر حمایت کنی ببین این حمایت نمی کنی یعنی چی؟ اصلا من نموندم. این همه ویدیو من گذاشتم تو چنل، هنوز سابسکرایبر رو هیچ بالا نمیره. بعد یه ذرم یوتیوب اذیت میکنه. مثلا من خودم تست کردم ویو میزنی ولی ویو نمیخوره، لایک میزنی لایک نمیخوره، نمیدونم کامنت میذاری کامنت نمیخوره، ولی شما اصلا یه دونه کامنت نمیذارین. قدیما کامنت چرت میذاشتی، الان خیلی یوتیوب بعضش خراب شده. یه پیجم میخوام توی این اینستا بزنیم که توی این اینستا خیلی بیشتر کار کنیم، توی این اینستا رو بهتر کنیم، یوتیوب هم بهتر کنیم. بچه‌ها به جز کالاف میخوام گیم های دیگه بزنم فقط، یعنی البته گیم هم نباشه، چیزهای دیگه هم قرار بذاریم، خیلی چیزا، ولی خب به وقتش هر چیز. الان هم که فعلا با ماشین دیدم یارمو زدن، گفتم انمی گیرمون نمیاد، داریم ول میچرخیم. خب پاشیم حداقل بریم پیش یارمون ببینیم. بذار این دهن بسته باش، بذار این دهن باز نشه. دوباره اومدم همون بیوایی که اتچمنتش چیده بودم اومدم کشیدم و ول کردم رفتم سراغ یار. دیدم بابا فایده نداره، دو رو زدن، یک رو زدن، الان چهارم میزنن، یه وقت منم میزنن، کنار یک میمیرم مثلا، میافتن یک و سه بغل هم، اینجور چه وضعشه. گفتم فایده نداره و پاشیم بریم سراغشون ببینیم کی به کی، اصلا کی جرأت کرده بیاد یارو ما. اینجا هم نینجا کشیده بودم، فاز نینجا برداشته بودم، سامورایی تو جادا اومدم اینجا. بچه‌ها ببینید توی کاور شاتش نرفتم. خب بعد من اومدم فقط یه شات زدم، اینم دوم میشه، اون یه شاتم میس دادم که خیلی بد بود. اومدم از این نیت سبزا که میگم طرفو اصلا داغون میکنه راحت میزنیدش انداختم، یکی اون ور یکی این ور، ولی هیچ کدوم بهش نخورد چون خیلی داشت فقط حرکت میکرد، میترسید یه جا وایسه. دیدم اومدم نیت نزم، دیدم دوباره هم تکون میخوره، این اصلا یه جا وای نمیسته، این اصلا کرم یه جا وایسادن نداره. دیدم داره شات میزنه، گفتم یه جوری دمیجش کنم که پشماش بریزه. بعد جور زدمش نمیدونم چرا با دو شات نیافتاد. بیوای بعدیش اینه بچه‌ها نمیندازه. بعد اینجا بچه‌ها نگاه کن، مغز بازیو دیدی یا ندیدی؟ ببین من میتونستم بلند نشم برم ولی فهمیدم این دفعه قبل از این پنجره اومده، بازم از اون پنجره میاد، واسه همون رفتم از همون پنجره با اینجا سر راهش، بعدش گرفتم کردمش خامه مثلا. باش لذت بردم. اینجا نگاه کن، فاسسکوپ منم اسنایپ بزنم بازم میارم. فاسسکوپ یا نبود ولی میخواستم با اسنایپ بزنم، یارم فقط بلدن بات‌ها رو بکشن، نمیذارن کیل بگیریم. به مولا خسته شدیم، حداقل انمی بکشین ما هم یه ذره دلمون خوش باشه یار داریم. اینجا وان شات نمیکنه بیبای، به مولا وان شات نمیکنه، به مولا. بعدش دیدم بات، گفتم بذار ای فایر بزنم، با ای فایر زدمش، ای فایر وان شات شد. بچه‌ها وان شات که نشد، یعنی با اسنایپ خورد. بچه‌ها ببینم این ویدیو لایک بخوره یه ویدیو خفن. بچه‌ها اگه ببینم این ویدیو خوب ویو بخوره، خوب لایک بخوره، یه ویدیو آموزشی خفن با دیت خفن و گاد براتون میذارم، کیف کنین. مواظب خودتون